آیا در میان شما کسی هست که شماره موبایل خواجه عبدالله انصاری را داشته باشد؟ عصر موبایل های گلی. در عصر باستان مردم از موبایل های گلی استفاده میکردن. این گفتم اینجا باید باشه. سلام. سلام. بهنام عزیز، درسته؟ بله. میریم سریال شاهگوش رو و سرباز سرخی رو میشنویم از زبان آقا بهنام عزیز. او پرور، این فیلمی که تعریف میکنی با کیفیتش هم داری؟ خب برو از سر پستت. خفته کار کشته قربان و قدت به من بگو عزیزکم، من رفیقتم، منم احمد نمیشناسی؟ اصلا نگرانی بیا اینو بخور. این چیز با بزرگمه، مال باغ با بزرگمه، پرتقاله. پرتقال خوب شد. آی فهمه اگر یه بار دیگه ببینم آمدی اینجا فالگوش وایسادی با همین دندانام چیزت میکنم گوشته. خب بهنام عزیز، میریم سراغ یک گزارش پر جنجال و هیجانی والیبال از آقای کرده و آقای محتشم. آقای کرده. بشنویم صدای محتشمیان رو. جو استادیوم 12 نفری آزادی شلوغ، صدا به صدا نمیرسه. با نام و یاد خدا و عرض سلام و حسن باشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. پخش مستقیم بازی ایران و ایتالیا سری مسابقات لیگ جهانی والیبال. دوست و همکار عزیزم آقای محتشمیان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ورزش والیبال، ورزشگاه 12 نفری آزادی تهران، جدال ایران ایتالیا. در خط سرویس میرزا جانپور ضربش رو میزنه، کارو خوب ترکیبی که دفاع روی تور مانع و دیگه نمیزنه، چون همینجا والیبال تموم میشه. هم میریم سراغ یک کاراکتر بسیار دوست داشتنی در سریال آوای باران یا به تعبیر آوای شکیب. بشنوید کاراکتر شکیب رو از حنجره توانمند بهنام هنرمند. ببین حسن، تو که میدونی من شکیب به 1000 تومن قانم. نلا من به نامهربان بودن امیدی ندارم. سندرلا دخترم، سوستولم، بیا زن این مرده که کشل شو که هم تو به یه نون نوایی برسی هم من بدبخت. و فکر میکنم بهنام پایتخت 4 هم باید در حال ساختن باشه و بریم پایتخت 4 قبل از اینکه بیاد بیرون فیلمش و ببینیم چی شده امسال سریال پایتخت 4 چه خواهد کرد. قسمت‌های از پایتخت 4 رو با هنرنمای بهنام ببینیم. باسی دیگه حسن، من توی میگم جاری باسی دیگه. من یه نفر هدف و میل گشکار حرفه‌ای. باسی دیگه آقا نگو. این کار است. آیا ازدواج با یک مرد عنکبوتی به شخصیت کار است؟ خانم قادر شما خوب هستین؟ من به تو گفتم برو ازدواج کن با اون؟ اصلا من به تو گفتم برو با یک جینی ازدواج کن؟ من کی اینو به تو گفتم؟ لیلا علیکی میگه دهنته نفس ننش. پدرم با جان فرقونی چند من اینجا باغبونم قدم 240 هوشنگ مرامت عشقه. الله چشاته. درود. عبدالله ابن زبیر، سریال مختارنامه. جناب آقای رضا کیانیان. مستعب برای کعبه جنگید، خدا میداند ابو اسحاق آرزویم این است کعبه را مطلع کنم، آخر کسی نیست به من بگوید تو را چه جنگ با مختار. به نام خدا. با عرض سلام خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. میریم روی دوشک بی جایی که حمید سوریان از جمهوری اسلامی ایران و روشن بایراموف، این کشتیگیر چغر و بدبدن از جمهوری آذربایجان. حالا واسه داور وسط کشتی آغاز میشه. حمید سوریان دارنده مدال طلای المپیک لندن، دارنده مدال طلای جام جهانی پهلوان آقا تختی، حالا زیر یخم تبدیل به دخم و خاک میکنه. خاک بر سرت روشن بایراموف. این هم ازت تعریف کردیم. خسته نباشید دلاور. خدا قوت قهرمان. فکر کردم یه خاک بر سر روشن پژو، گفتم مسعود بیچاره مثلا چیکار میکنه که خاک بر سر. آقا ما بسم الله الرحمن الرحیم. در سفری که به آذربایجان دیار سهند و سبلان داشتیم، به عادات و روزمره مردمانی برخوردیم که هر روز صبح خورشیدوار برمیخیزند. اینجا دیار ستارخان و باقرخان است. فرش شفقی تبریز، نشانی تهران، خیابان پاسداران، نبش بوستان دهم. بیمه معلم شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کند. چنان رادیو شب
همراه با اقتصاد چهار بامداد. بسیار حکایت زیبا و شنیدنی را از بوستان سعدی برای شما خواهم خواند و بعد از اون هم غزلیات زیبا از دیوان حافظ لسان الغیب. خیلی زیبا بود. آفرین. من بزرگوار. سعی کردم که پاتون شما کنم. بزرگوار. من دوست دارم من جسارت صدا بنده یاد رو بگیرم، ببخشید. تمرین صدا. در محضر خیلی دوستانی استاد. هستن که این کارو انجام بدید. خیلی ممنونم از شما که وقت شریف در اختیار من خیلی ممنون انقدر آزون تو به من لطف کردی. اتفاقا من ازت ممنونم از اینکه همواره پیگیر کلیپ ها و ویدیوهای ما هستید و با این کار انگیزه میدید به ما و به همه جوان ها و عزیزانی که هنری دارن و مایلن بیان اینجا و هنر خودشون رو به منصه ظهور برسونن. منتظر هستیم تا هنر شما دوست عزیز که قطع به یقین هنر زیبا و دیدنی هست رو اینجا ببینید. دهه 60 ها باز هم قوقا کردن و باز هم من منتظر دهه 60 ها خواهم بود، کما اینکه دهه 70 ها و دهه 50 ها و دهه های دیگه هم قدمشون رو چشم تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون خواهیم بود.